از حضرت مولوی یک قصه براتو بکنم که عادت کرده دیگه. بعضی برادرها ختم و دعوا میکنن که امروز چرا مولوی خونده نشد و برای زکاخر شدگیان گسترانوم شدگیان علاکه هم لذت چیزی را چشیدی دیگر دویم در طلبش میشوی. حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کیستان مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کیستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خیچ زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید موری به حد کلان، همین قدر کلان بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید به همین درجه بدوی ما بسیار با هیبت. مور خودش چیزی با هیبت های شاید یگون اناکوندا دید است توخی. او همه مرده گمان بردش ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ شده بود است. این مار رو حیوانهای خزنده میدونه یک کرخت میشوند اگر خنک شود. کرخ شده یک خنکی را ای خیالی کرده است مرده است. خشرو نگهش نمیکنه گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گری در یک خلطه کلان بارش کرده در عرابه بستش کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا که مردم در حیرت میمونن. جمع آمد 100,000 ژاژخا حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدم بیکارخوجا بسیار ای اوازه شد. یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن. میگن مارگیر اژدها آورده است بلعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مارگیر اژدهایی بسیار بدوایما آورده است خوب ببینیمش چه خیلی. اژدها که زمهریر افسرده بود زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بلاش لطفته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتمام ای مردم پول جمع کنم افته کن. آفتابی گرم سیرش گرم کرد رفت از اعضای او اخلاط سرد. آفتاب که تافتش آفتابی بغداد آسته کرختش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکرد واقعی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق در هزیمت بس خلایق کشته شد. از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فیغان شد آه این خونه سوخته زنده به دست گفته. مردم همدیگر را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگر را لغت کردن. اگر هم یک فتنه شود تو میدونه که چیکار میشود. دیگه سری راه مردم گرفته نمیشود. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت ایچی بلا بت آوردی ایچی کاری بت کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را سهل باشد خانخواری حجاج را. در پیش شش تا دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطی در مارگیر بود. این چند ماه طعام نخورد است توخی در حالتی که رختی همه اول همین را گرفت کرد کرد. مورای کلون در میکشن کو خیش را بر استون پیچیده بست استخوان خورده را در هم شکست. بعد به عادتی مورا خچه در یک ستنی غوث پیچون همین یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم مور همه خورد و میده شد. ببینی یک فتنه اکو مور بسیار نمیخوره همه یک آدم خورد سیر میکنه
یا هفته دیگه شاید بگرده، اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد، هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای به معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز، از فتنه احتیاط کنید، از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس، همه ما هم که آدم مشیر خام خورده ایم، دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه، باور نکنه. دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، انمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیز میخواهی بخری، چی نوع میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم، مخصوصا جوانان بسیار احتیاطکار باشه، در همین جاده بسیار احتیاطکار باشه که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمانان انجام میتن نیست، نبود، مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیان که همه را در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را در پیش مسلمانان بتر کنه؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنه برادر عزیز، پیش از اون که به کار میروی. مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشه که انمو مثل انمو مار برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه هایش گرم کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید، 30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تیز نمیشوند. حال ازار عراق ببینید، در طرز حراس باشه که بازار میرم که یکی یگون کس خچب بکفونه. از برای خدا همین اسلام است؟ مسلمان نخو خچب بیاره در پیش مسلمان ها بکفونه؟ کجای اسلام است؟ مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته، در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایرا نداریم. اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است. کشتن مرد مسلمان اگر تو میدانی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است. خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است. ما حق نداریم این کارا کنیم. از برای خدا تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما و شما را فند فریب میکنن، در میان ما نمیدونم بمب و گرانت هم میبندن، میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دامنگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد.
برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتابای فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند، مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردم همون قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارند که اهل اون قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمان اسیر نباشه. این شما میفهمید که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است، در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصایی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبادا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده، زود صد راه شوه، زود این راه منع کنه که خدای نکرده مثل همون کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود. که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحبی هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبمون جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار حقیقت از باطل برامون آشکار ساز، نگذار که فند فریب دشمنان اسلام اخریم و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. اگه باقی مانده قصه مونو میگیم، حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش در هاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکن که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همون امکانیت نداشتن، مثل که مار کرخت میشوه، کرخ شدگی های کرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشوه، انا با شروع میکنه کورا. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقت فقیریشون نمازخوان بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟ جبر و ظلم دولای مردم را میبینن. زیاد دیدین. ببینه کرمک از آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا. تو طمع داری و باور داری که به یگان مشکلی این نفس هم میگیرم میبندم، مثل که مارگیر ما را بسته بود. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. به هر خور خس این تمنا نمیرسه. برای این اژدها را کشتن موسی در کار، شخص بنده خدا در کار، اولیای خدا، دوست خدا، یا کسی که محبت به خدا در وجودش آنچنان مستولی است که دنیا را پشت پا میزنه. به هر کس میسر نمیگردد. در سر دسترخوان شیشته که آواز از آن شنیدی، این نفس میموند. ای بچه این آش افغانی بدست بزن، آش هر روزی تری آش میسر میشوه. بعد خیلی نماز خدمت در اینجا جماعت میکنیم میخونیم. همین خیل نیست؟ همین که شد بفهم همون اژدها در کار درآمد. اناکوندا حرکت کرده است، اشته در سرت بگی. برای او را افسرده کردن، برای او را رام کردن، مرد بدن در کار، جوان مرد.
با شیر مردیت سبگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. راستی که موضوع خشوع یک کمی دیگرش موند انشالله. خیلی هفته دیگر هم هفته سوال و جواب قرار میتیم. من برای همین سوال و جواب نمیکردم، هم سالیانی در روز یک سوالم یک ساعت میره و با تمام نمیشه. همین قدر کوشش میکنم که سوال را کوتاه‌تر جواب بدم، نه که افسوس که نمیشه. هست پرینتر هست تایر، میدونی نه؟ ما سپرینتر نیستیم، ما تایریم. این سپرینترش هم 100 متر میدوه، تایرش بعد هم ماراتون میدوه و 1.5 کیلومتر و دیگر. نه که انشالله خیلی کوشش میکنیم هفته های آینده که کوتاه‌ترش بگیریم. افسوس صد افسوس که به همین یک جمله و دو جمله جواب گفتن بر خود مناسب نمیدونم، زیرا که انسان قانع نمیشوه. ولی در تلفن هم کار با هم خیلی است. زنگ میزنم، بعد بعضی برادرم میفهمونی نمیفهمی که با کی گپ زده است. یک جاهلی ابله است. یک برادر دیروز زنگ زده است، دوملو میگه 4 کتاب خونده استم. صاحب کتاب گفته است که شرح این هر سه نوع را گویم، زان که چوگان شرع را گویم. ما همه دور گرفته استیم فهمونده استیم که برادر چوگانش کلیوشکا میشوه برای آدمایی که تاجیکی را نمیفهمن. چوگان کلیوشکا ایتا منتظر اینه که بیست بفهم. آخه معنای لغویش فهمونده است، ولی معنای شرعیش خفا میآید. عجب گپای میزنی دوملو. کلیوشکا در اینجا چی دخل داره در فقه؟ من که گفتم گپای درست میگم، نه که تو عجب ابلهی هستی، صبر طاقت نداری. آخه رو درگور کلیوشکا که نباشه تو پچ خیلی به هدف میرسولی. مقصد که تو صبر که میگه به عقل تو صبر که مثل که با کلیوشکا همون توپ به هدف میرسونن، ما هم میگه با واسطه انمی اثرم تو را به هدف میرسونم، شرحت میتون برات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا ارحم. در دوره ایام جیر بلوغ همسایه‌مون هم بود یک چند ساله، بسیار بچه خوبه، بچه محیبه، اما همین سرگپه، گپای بیهوده و بی‌معنی را بسیار میگه. از بس که استا هم هست، الحمدلله در اون محله و مسجد درست میکردیم، بگیم چی میزد، سقف مسجد را ریمون میکرد. نصف روزی شد بعد نماز پیشین گفتم استا بفردا بریم یک معرکه دعوت میکردیم، یک جو ختم قرآن بیعت کرد فوختک میزنیم. انشالله هم شکممون را پر میکنیم، هم صاحبای خونه میندار میشوند. ترم استای طعام در کلمون جان مایترم خلاص میشود. رفتیم در معرکه ششتیم. در معرکه فقط علما ششتگیان، همه عالمان، آدم عادی نیست. بعد به خاطر آن که مردم آگاه بسازم که این چی کس است، پرسیدن حضرت کی است؟ گفتم این استا های، استا. بیچاره ها استاد شنیدیان. تا آخر معرکه یگان ملا زبانش باز نمیکنه، همه خب بچه میگن شاگردش ایق عقله که ایق گپ میزنه ما را در نظر دارن، این استادش خیلی باشه. تا آخر معرکه را الحمدلله ما گپ زدیم. ایرم همین خداوند عقل فراستش داد که زبانش باز نکرد، خاموشی استاد. بعد ایدر بر اومدیم، ایدر همین حرمتش میکنن که با فکرم با چای پلیش هم دادن و حضرت خوش آمدی. بر اومدیم میگه این چی برای حضرت میگن؟ گفتم من استاد، گفتم معرفیت کردم، این بیچاره استاد شنیدیان. هرچی خداوند عقل داده گپ نزدی، اگر همین پیسته ای به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. گپی بیهوده و بی معنی در کار نیست. گپ باید کم باشد. مرد واقعی کسی هست که زبان خودش اداره کرده میتونه. شخصی که زبانش اداره کرده تونست، انشالله اون مرد واقعی است. از همه بلاها خداوند امینش میداره. در حدیث امام بخاری اومده است، از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من یحفظ لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. هر کسی که به من کفالتی همون گوشتپاره را که در بین دو پاش است و کفالت گوشتپاره را که در بین دو چانش هست، یعنی پشت زبانهاش میدهد،
من با او کفالت جنت میدهم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر کس کفیل میشوه، ضامن میشوه بر فرجش و بر زبانش، من کفیل میشم که این شخص مؤمن باشه داخل جنت میشوه. از ایده بشارت زیاد میشوه. فقط به زبان نگه بدار، لغلق نکن، گپی بیهوده نگو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه بشارتی بزرگی داده است. سبحان الله، از ایده بشارت زیاد میشوه. همین باید نگاه داشته شود. مادرمو ام حبیبه زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت فرمود کل کلام ابن آدم علیه لا له الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله تعالی. هر سخنی که فرزند انسان میگه بر ضدش است. هر سخن میگوی برای اون مؤاخذت میکنن فردا روز قیامت. هر یک سخن بر ضد بر زیان انسان است، با فایدهش نیست مگر سه چیز: امر به معروف، نهی از منکر، ذکر خدای تعالی. همه سه چیز فقط به منفعت انسان است. دیگر هر سخنی که میگیم، هر گپ و کاری که میگیم، همش بر زیان ما است. در دنیا لق میکنیم و فردا روز قیامت از روی این زبان شتم میخوریم. در حدیث اومده است از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند امام ترمذی و دیگر اصحاب سنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر لسان. وقتی که فرزند آدم از خواب میخیزه، هر سحر تمام اعضای بدن، در بعض جا اومده است که پیشش زبان التجا میکنن، تواضع میکنن. در بعض روایات اومده است که زبان حکم به کفر میکنن، زبان مذمت میکنن. تقول اعتق الله فینا فانما نحن بیک. میگن ای زبان گورسوخته، از خدا بترس، در حق ما جور نکن که ما به تو متعلقیم، ما به تو وابسته هستیم. فاین استقمت استقمنا. اگر تو راست درست باشی، ما هم راست درست هستیم. اگر تو سبحان الله و الحمدلله گفتی، تمام رگ پیوند سبحان الله و الحمدلله میگه. و این اعوججت اعوججنا. اما اگر تو کج رفتاری کردی جوان مرد، از تو سخنای ناسزا برمد، ما در بلا میمونیم. تو یک مسلمان حقارت کردی، مشت یا میزنه بنیره میشکنه یا دندونه. تو اگر یگان سخنی نادرست و خلاف شرع نعوذ بالله کفر گفتی، فردا در آتش جهنم از تی بدبخت دیده ما زیادتر میسوزه. میگن اعضای بدن، از خدا بترس، در حق ما جور نکن. از همین خاطر زبان همیشه باید اداره شود. با پیر رسیدم در اقصای یونان، بدو گفتم ای آن که با عقل و هوشی، زی مردم چی بهتر به هر حال؟ گفتا خاموشی 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 خاموشی. پیش یک بزرگ رفته میگه، پرسیدم که تو بسیار آدم با خیرت هستی، با عقل هستی، کدام کار از همه بهتر است؟ 4 بار خاموشی گفت. خاموشی 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 خاموشی. سبحان الله. حضرت احنف ابن قیس، قصه احنف ابن قیس هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین برات بیان کرده بودیم. این سرور قبیله بنی سعد است. بسیار شخصی دانشمند بود، بسیار زیرک بود. همون شخصی که نزد حضرت علی اومد گفت یا امیر المؤمنین، گفت مرا گفت از جانب خود حکم تعیین کن. لا اقل مورد حکم تعیین نمیکنی، شخصی دیم تعیین کن. اقلا گفت سیم تعیین کن، نمیگذارم که هیچ دشمن بر ضد دسیسه کنند. بسیار دانشمند بود، بسیار عاقل بود. در نزد حضرت معاویه همه جمع اومدگیان، احنف هم همونجا است. همه گپ میزنن. احنفی که از همه چرب زبان بود، شیرین بیان بود، خاموش تا آخر معرکه را لام نگفت است. بعد گفتن که یا احنف برای چی گپ نمیزنی؟ گفت اگر دروغ بگم ای خدا میترسم، اگر راست بگم ای شما. چی بگم؟ دروغ بگم ای خدا میترسم، راست بگم ای شما نمیفوره. بهترش خاموش بیستم. ببینه همه آدما را عقل دانش و فراستشون از کجا میدونن؟ از زبانشو. اول اندیشه میکنن بعد سخن میگن. او
آدمی که اول سخن گفت بعد اندیشه کرد وای به حالش که همیشه جانش در عذابه. او را هیچ وقت عاقل خیرتمند نمیگن. حضرت هارون رشید رحمه الله یکی از پادشاه‌های اسلامی است از بنی عباس، بسیار پادشاهی بزرگ بود. پسرهایش که وقتی که 30 سالش به بزرگی رسیده بود باقی مانده بودند 2 نفر بود. هارون رشید دیگر پسرها هم داشت است اما در وقت حیاتش از دنیا گذشتگی‌اند. یکیش با نام امین، دوم با نام مأمون. شما تاریخ میخونی از این چیزا با خبره ان شاء الله. امین پسر سعیده زبیده بود، دختر عمک هارون رشید. دختر عمکش بود، محبوب ترین زنهای هارون رشید، سیده بغداد. مأمون دختر پسر یک کنیز بود. مادر مأمون رشید کنیزک بود، زن هارون رشید نه، کنیزک هارون رشید، امی ولد. در ابتدا هارون رشید همو امین پسرش ولیعهد تعیین کرده بود که بعد وفات من امین ولیعهد است. اما بعدتر وقتی که هر دو بزرگ شدن حکمش عوض کرد، مأمون جای خود ولیعهد تعیین کرد. سیده زبیده دختر عمکش وقتی شرید به غضب اومد، نزدش در اومد گفت چرا ظلم میکنی؟ اوی پسر من است. خب پسر من است، پسر یک کنیز بالاتر نباشد. گفت زنک پسری تا است، پسر من هم از دوستش میدارم، اما بنیاد ملک به عقل است، به عقل. ملک عقل آبادان میداره. من نمیخواهم که بعد وفات من ملک دولتم تیز از دست بروه. پسری تا عقلش کامل نیست. چخیل میگه تو چخیل اثبات میکنی عقلش کامل نیست؟ هر دش یک کتاب میخونن، در پیش یک معلم درس میگیرن، چخیل عقل ای کامل به دست ایش نه؟ گفت علم دیگر است، عقل دیگر. اگر بخوای گفت وزی اثباتت میکنم. گفت بسیار خوب. بعد صدا کرد، گفت امین دعوت کنی نزدم. امین صدا کردن، در اومد که پدر و مادرش ایشت است. گفت یا امین، گفت لبیک یا پدر جان. در پیشش مسواک چوب ها ایستاده بودن، مسواک چوب. 3 دانش در دست گرفت، در بعضی روایات اومده است که 1 قبضش گرفت. گفت ما هذا، این چی است؟ گفت. در جواب مأمون گفت هذا مساویک. امین گفت هذا مساویک، اینا مسواک ها هستند. مسواک جمعبندی شکسته دارد. مسواک مساویک، اکبر اکابیر. اما کلمه مساویک دیگر معنی هم داره. از مس و مساوی به معنای بیعقلی، دونهیمتی، بیغیرتی، احمقی. مساویک یعنی احمقی تو، مساویک. ببینه امین در حال گفت به اندیشه. بعداً گفت اکم مأمون صدا کنه. مأمون رشید در اومد. مأمون بسیار زیرک بود، همه عقل بسیارش اخیر سببگاری آن شد که از راه هدایت گمراه شود، طرف معتزلی ها را گرفت. حضرت امام احمد حنبل خیلی جبر ظلم کرد، مجبورش کرد بگه که قرآن مخلوق است، نعوذ بالله. اما حضرت امام احمد حنبل هم که امام اهل سنت و الجماعه است، سالهای طولانی حبس شکنجه را به ذمه گرفت، اما به زبان نگفت که قرآن مخلوق است. گفت قرآن کلام خدا است، صفت خدا است، مخلوق شده نمیتونه. و همین مأمون رشید صدا کرد، گفت یا مأمون ما هذا. ای مأمون گفت در دست من چی است؟ این چی است؟ مأمون با عقل اول اندیشه کرد که مساویک. مساویک 2 معنا داشته است. یکیش به معنای مسواک چوب ها، یکیش به معنای احمقی و بیعقلی و بیخیردی میشید است. برای همین از بس که زیرک بود، با عقل بود، گفت هذا مسواک و هذا و هذا. این مسواک است، گفت ایشم و ایشم، جمعش نکرد. این چوب مسواک است، گفت این چوب شم و این چوب شم. گفت دیدی اکا عقل انسان با آن دانسته می شود که پیش از او که سخن از زبان برانه، در مینه سرش اول او را هضم میکنه، بعد خارجش میکنه از زبان. پسری تا هضم نکرده، حتی اندیشه نکرد که مساویک میتونه که دیگر معنا داشته باشه، در حال مثل اتومات از زبانش برآمد. اما مأمون که با عقل است،
اول همون را در مینش یک گذران دید که دو معنی داشته است. معنای دیمش ناجایز است، در نزد پادشاه گفتنش نشانه ابلهی و احمقی است. از همین خاطر نیاکه بچی راه و بچی طریقه جانش خلاص کرد. پس این سخن ببینه که چقدر یک نعمتی بزرگ است اگر به شرطی که اداره شود. این زبان بسیار دولتی بزرگ است. قدری زبان برا داشتن شما از آدمایی که زبانشو میگیره یا از او بدتر از کسایی که گنگ هستن از اونا بپرسه که این بزرگ نعمت است. انسان از حیوان متمایز میسازد، اما به شرطی که زبان در اختیار صاحبش باشد. زبان بریده به کنج نشسته سومم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. همین زبانت بریدگی در یک جا خاموش باشی بهتر است از او که زبان در حکم صاحب نباشه. هر لقیگی و هر سفسطه از زبان خارج شدن بگیره.